تا 6 چیز اگر به وقوع نپیوندد قیامت نمیشود. همین 6 چیز گفت میشود بعد قیامت میشود. میگه گفتم حضرت گوش دارم این 6 چیز چیه؟ گو یکم مرگ من، تا من از دنیا نگذرم قیامت قایم نمیشه. زیرا برادرای عزیز تمام صحابای پیامبر گمانشون همین بود که این حضرت همین خیلی محبوبه در خدا که خدا جانی را نمیگیره. بر همین همون آیتی که اینک میتون و اینهم میتون، ای محمد بدون که تو هم میمری، اصحاب هم همه گردوانات هم همه دنیا را پدرود میگین. یگانه ذاتی که باقی میمونه ای الله هست، بغیر الله همه تان از دنیا میرین. همون آیت کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذوالجلال والاکرام. بین یگانه ذاتی که میمونه الله های، همه دیگه میگذره. گفت یکم نشانه ای که مثال گویم تا قیامت، تا همین نشانه نشود قیامت نمیشود، این است مرگی من. گفت من باید از دنیا گذرم. دویم گفت اوف بدون که تا اگر همین بیت المقدس، تا همین جایی که حاضرین یهودی ها و فلسطینی ها، همون جایی که پیامبرمون از اوجا معراج رفت، خب همون مسجد اگر تا فتح نشود، تا مسلمان ها همون را اگر مقصد نگیرن قیامت نمیشه. حضرت عمر در دوره خلافتش بیت المقدس فتح کرد، گرفت، در دست مسلمان ها تسلیمش کرد. سیوم چی گفت پیامبر؟ گفت سیوم گفت چیزی که می آید اوف گفت این چی است؟ این گفت مرگ ناگهانی بسیار میشه. مرگ ناگهانی بینیاد زیاد میشه. ولی شما اگر تخمین کرده باشین مرگای ناگهانی بسیاره. کسانی بود که حاضر بود سحر نیست، حاضر بود اینجا میخیزه میرود، یا یگان درد، یگان صدمه، یگان چیزی ده مبتلا میشه. گفت دردهای یا مرگهای ناگهانی زیاد میشه. دیگر چیزی که اوف گفت میآید. بعد میگه از آن چهارم چی گفت؟ گفت تا اگر دامن امتی من را وبا نگیره، اگر انمی طاعون نگیره قیامت نمیشه. حضرت حتی آمدن وبا را برادر عزیز در حدیث بخاری پیشگویی کردگیه که اینا من حاضر تا مثال 131 هجری را بگیم تخمین میلادی قطع بگیریم، اینا تا 750 میلادی را 750 میلادی را ای پیامبرمون تا مثال ایجاره اینا تا 7 عصر بگیم. اعلی کبینه که 5 تا طاعونی مشهور شدن برای شما گفتم که با این سالهای مینبچ هم چقدری که اومده است. گفت تا اگر طاعون نآید مقصد قیامت قایم نمیشه برادر. ولی حضرت عایشه مادرمون یه حدیث داره از پیامبرمون که پیامبر گفته است که دو چیز امتی مرا مقصد کم میکنه، نابود میکنه. گفتن چی است؟ گفت حضرت گفتن الطعن و الطاعون. گفتن طاعون شو فهمیدیم، یعنی وبا را فهمیدیم، لیکن طعنش چیه؟ گفت القتل، کشتار بسیار میشه. کشتار در بین امتی من بنیهایت زیاد میشه. امتی من را کم میکردگی یکی طاعونه، یکی قتل. بینید پنجم برادرای عزیز چیزی را که حضرت عوف دا گفت که تا نیو یک قیامت نمیشه، گفت بین امتای من فتنه بسیار میشه که ما در دوره علکه بعد حضرت گذشتن فتنه ها بین مسلمان ها آغاز شدگی بود. دوره حضرت عثمان دا بین، حضرت عثمان کی به قتل رسانید؟ ای دستی مسلمان ها کشته شدن. بعد حضرت عثمان میدونین چقدر مصیبت کلان شد. دورهایی که حضرت علی مقصد 4 سال، همین 4.5 سال همگی خلافت کرد، لیکن در همین 4.5 سال خلافتش من جنگ جمل داشت. وقتی حضرت عایشه مادرمان آمد و نفرهایی که عثمان نابود کردن
قاتلای عثمان را طلب کردن. همینجا مقصد بین حضرت عایشه و بین حضرت علی خب اینها را یک تلاطم انداختن، جنگشون انداختن. 10,000 مسلمان کشته شد. 10,000 مسلمان، 5,000 از طرف حضرت علی، 5,000 از طرف مادرمون عایشه. این را جنگ جمل میگفتن، در تاریخ مشهوره. بعد این با حضرت معاویه آمد نکردن. این بود جنگ صفین. میدونین در اینجا 70,000 مسلمان کشته شد. 70,000 مسلمان کشته شد. خلاص هم خیلی نبردهای بین مسلمان ها برادر عزیز آمده مثال تا امروزها را همین نافهمی ها و همین مقصد ساده هستند. حضرت گفت اینم گفت یکی از نشانه های آمدن قیامت هم یکی تا فتنه در بین امتتون نشود قیامت قایم نمیشد. بعد ششمش حضرت گفتن که شما مثال با رومیا صلح میبندین لیکن رومی ها با شما مقصد خیانت میکنن که بسیاری از صاحبای حدیث میگن اولی این مسئلهش رخ دادگی نیست. خلاص برادر عزیز مقصد ما از همین بیماری بود. خدای مهربان ما امروز شکر میکنیم که در همین تاجیکستان عزیز ما و شما این درد نیست. شکر میکنیم و دایم دعا هم کنیم که خدای مهربان هیچگاه مقصد این وارد این ملک ما و مملکت ما هم نشود. دیگه مملکت های هم که مبتلا دعا کنیم که خدای مهربان این درد ای بالای همین مردم دور کنه. یک آسودگی و خوبی. البته در کدام دولتی که می درد باشه برادرها او حتما تاثیرش در ما در دسترخوان ما حتما هست. برای همین علل خصوص بچه‌هایی که مثال در روسیه هستند شما با زنگشون میزنین خیش تباراتون هسته بگین که بچه همون چیزی که قانون قاعده که در همون هست رعایت کنین. زیرا اگر به شرط در تقدیرت این من شنیدم که چند بچه ها گذاشتن در روسیه خب خداوند رحمتشون کنه. ما وقتی میشنویم در حقشون دعا میکنیم خدا رحمتشون کنه. با حتی در اینترنت ها دیدیم که بچه هایی که امکانیت دارن با کمکشون کسن مقصد یاردم ها کردیستن بردیستن دادیستن. خدای مهربان او برادرای ما را هم با غیرتاشون زیاد کنه و الله با مقصد اونها زیبی همین خدا همه را داد است. بین علاکه معلوم است که همه را به حکمت نداد است که این روزهای سخته با دست مثال هزارها همو برادرای خچانه میگیرن. این کار را باید دوام تیان ولی بچه ها را گفتن در کار که همین مسئله را جدی ببینن. خب مایلش اگر خدای مهربان روز شبود کرده باشه بگذار اول سبب ها را همشه یعنی اسباب ها را استفاده بره. همون نقاب میگن نقاب کن دسته بشو دسته کرانتینه ای خانت نبرو چیزی میگن رعایت کن. اگر اجل که اگر برای الله در کار باشی همون طرح میآورد لیکن بعد احتیاط ها اگر به شرطی که رعایت ها اگر بگذاریم انشالله این حالت ده برادر از همون درجه که گفت پیامبر شهادت میبرین انشالله ما این درجه رو میبریم. یکی اگر نکردیم برادرو ما همین درجه محروم میشیم. همین چیز خیلی مهمه. امروز فقط در تاجیکستان ما دعا کن در کار که خدای مهربان همین درد که نیست همین درد نیاره. الله مهربان همیشه ملک ما را همیشه مردم ما را در پناه رحمت اسمتش نگه داره. برادرای غریبی ما نه تنها در روسیه هستند. مرا چند روزه از امریکا زنگ میزنن از دولت‌های قزاقستان زنگ میزنن. خلاص همین تمام شهرها زنگ میزنن همش با یک حاج بابا دهق من دعا کنین که خلاص همین خیلی مشکلات هم طریق حال که ما از اونها دا با آگاه ترین دعا میکنیم در حق همشون که خدای مهربان حفظشون کنه و خدای مهربان مشکلات ها را بالای سرشون دور کنه و با خدای مهربان روزای خوب و روزای نیک با نصیبشون گردونه و با صحت و سلامت نزد پدر و مادرشون و وطنشون و خانواده‌شون در رسانه و خاندان حاجی بابا در خدای مهربان فیض و برکاتشون نازل کنه. ای حاجی بابا را خدای مهربان دوام عمرشان نیک کنه خیرش کنه و الله مهربان همیشه در پناه رحمت اسمتش نگهش بداره.